деҳаи Даштобод деҳаи қадимтарин буда, яъне ки дар ҳамин деҳа як дашти озод будааст. Дашти озод будааст, гирифтан ҳам дашта обод кардиянд. Ба ҳамин хотир деҳаи Даштобод номгузорӣ кардиянд. яъне ки дашта ҷои холиро гирифта обод кардиянд. таърихиш омадагие ки Даштобод. ҳичи набуди ҷа. ҳамин мардуме бисёри ҷош айригар, ай шаҳртуз ҳар ҷора муҷир кардан, ҳамин ҷоро овор кардан, ҳамин ҷа ҳичи дар чиш набуд. Оварам деҳаи Даштобод шудан, айри оводи шидан Даштобод шудан кардан. Ава дашт ки буд, оводиш кардам Даштобод чид. мо аз соли 1971 ин ҷониб аз ноҳияи Рашт муҳоҷир шуда кӯчида омадем ба ҳамин райони Ёвон. ҳамин совхози ду аввал як об набуд, як дашти гандумзор буд, ягон гиёҳ набуд. ҳай кӯҳоза болоҳоза буду, ин минтақаҳоза набуд. вақте ки халқ ай ҳама тарафа ай мисол кӯҳои мисол бачаҳои Ёвон фуромаданд, ай тарафҳои Файзобод, Ови Гарм, ай тарафҳои Кӯлоб омаданд, ҳама каса ҳамин деҳаро обод карданд. راه هم نبود، راه ماشین هم نبود. پیاده میرفتن آدم‌ها طرف رایون کویبش. تکنیک نبود، همه پیاده، همه ارقه خر اسب و هم خیلی که کار میکنن مردم. ما گندم درآم میکنیم، همه کو خراکی بار میکنیم، زیر زینای رایون یوان برده میسپردیم. سالهای پیش. اگر نه اینا خیلی آباده شد. بعد همین استقلالیت همه چی آباده در رایون یوان. خانه‌های من کلان انداخته سیدن، خانه‌های احتجاج 9 احتجاج 10 احتجاج 11 ساخته سیدن در رایون یوان. راه را از زیاده 800 900 متر سمپوش کردیم. با اون کوچه مکتب میره 400 متر بتون ریختیم، نمیشه بتون کردیم. این احسای جوانان تشکیل کردیم. استادیوم کلان قدیم تا 1 میلیون سومان تشکیل کردیم. بچه‌های جوانان دوی بین کارهای دهخانی و این نیاشونی هم خدمت بچه‌ها اشتراک میکنن. وظیفه‌دار هست هر کدومش وابسته هستن به هم دیگر. جوانان دهه ما مکتب ساختن و تازگی ساختن راه‌ها، شناندن نهال‌ها و در پیشروی جامعه و در محل سهم خود را همه وقت سهم خود را می‌گذرانند. و ما شکرانه از آن می‌کنیم که چون این جوانان ما در یک ساحه یک روحیه و تندرستی پرورش می‌یابند و شکرانه از سرور دولت می‌کنیم که این روز تنجور آبادی در وطن ما پایدار است. мактаби рақами 31 соли 1972 сохтумонаш ба анҷом расидаги соли 1973 ба дарсхонӣ шурӯъ шудаги то ба имрӯз таъмир шудааст. аз ҳисоби давлати ҳукумат, аз ҳисоби маҳал таъмир карда истифода бурдем. соли 2025 синфхонаи илова, норасоии синфхонаҳо дар мактаб шудаги, аз ҳисобе ки аҳолӣ зиёд шудаги, ба ҳамин хотир 8 синфхонаи иловагӣ, 2 ошёна мебошад. якум ошёнаша ба анҷом расониндем, дуюм ошёнаша дар арафаи 35 солагии истиқлолият ба анҷом мерасонем. مردم محلمان از حساب زمین‌های کشاورزی، خواجگی‌های دهقانی و نزد حولگی خود باغداری و زندگی خود را پیش می‌برند و شرایط زندگی را به سطح بلند برده ایستاده‌اند. کارهای بهاری مثلا از تازه کردن جوبارها، از سفید کردن درخت‌ها در کشتی‌های نزد حولگی دوام دارد. چاره‌داری در منطقه ما روش رفته ایستاده است و مردم برای زندگی خود در ساحه چاره‌داری هم با کامیابی‌های نو پیشروی کرده هستند. این همین درختایی که می‌بینید گل کرده ایستادن، همه اینا رو ما خودمون شنوندیم. های حاصلش میگیریم، میخریم، با یک خشتوار توفه میکنیم. مردم باغ دارن، باغای کلان دارن، میوه انگور، سیب، نوک، ناشپاتی و آلو و انار و هاکذا.
بهار این سال نقض بهار اینا بارون شده است علف گیاه میشه درختها گل کرده شدن این سال نقض میشه از سال میوه میشود این سال خود خلق خود لیمانه ریک ساخته شدن این سال تا در بحر در آمدن همون لیمون ها تای هوای دم این سال زراعت های اینم چی میکنیم گشت نیست اوکرو ریزسکا و ها کذا انا خیلی خلق کار کرده است روز قروزش بوده شده ایروی مهنت در زمین و نوک، زردالو، آلو، سیب، چهارمغز، قره آلو، انار، همین درخت‌های انجیر، همین درخت‌ها وجود دارند. ما حاصل شد نقد بگیریم، میخریم. مثال یک تنین تا حد همسایه را مثال با میتیم. اگر زیادتر شد با میفروشیم. زندگی را خلاصه برده شدیم نقد. یگان کمبودی نیست. ده سال میشه که هنرمند اول با دستور میدوختم روزی که بعد ماشین از درس خوندیم سمینار رو گذشت در کمیسیا در چی گذشتیم ماشین پاپوری دادم من از این کسب خود خیلی خرسندم من خرسند هستم که در این تاجیکستانی تنج آباد زندگی میکنیم اولا میندار از پرزیدنت محترم هستم که ما زنان رو دستگیری کردن زنان خونشین رو که ما فقط هنر استعداد ما در خونه میکردیم چیزی رو نمیدونستیم حاضر ما رفته درس خوندیم سمینار رو گذروندن خیلی زندگی هم رو از روی همین هنرهای خودم پیش میبرم من خیلی خرسندم که امروز دختران یا زنانی هستن که به خونه من با کرته ها فرمایش میدهند با بولشت ها عروسکان میان فرمایش میدهند من خیلی خرسند هستم و من چند شاگرد رو نشان دادم اونها شوهر کردن رفتن که ما چند شاگرد رو با دستوزی نشان دادم با این هنر ما آموختم که من این هنر رو یاد بگیرید از بکار شدن کسب خوب است من همین را گفتنیم که بیهوده گذشتگان ما نگفتن که هنر به از خلواری زر خلواری زر در نتیجه یگان حادثه گم می شود لیکن هنر هیچ وقت گم نمی شود بیهوده شاعر نگفته است که هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی این هنری از ملت تاجیک میراث مونده رو راهبر دولت امام علی رحمان چخیلی که در سخنهای شیرینشون قید کردن و منبرهای بالای جهان بردم زبانم را که خلق خوش زبانم با جهان هم زبان باشد نه اینکه زبان بلکه تمام میراث نیاگان تمام هنر ملتی از گذشتگان مانده خلق تاجیک را امام علی رحمان به تمام جهانیان معرفی کردند چنون که میبینید همه اینا رو من خودم اول با دستموشم میکشم بعد در ماشین میزنم که من همین 4 فصل هستم 4 فصل همین فقط همین خیلی میزوجون خونم یا آدم یا مثال تیار میکنم هنرم میگیرن همینجا میرم که من با بازار نمیبرم فقط از این خونه میبرم ما امروز خیلی خرسندیم که تمام جهان نوروز عجم رو
جشن میگیرند و از هنرهای زیبای زنان گذشته تاجیک بهره‌ور میگردند، خرسند میشوند، حتی استفاده میبرند و با آرزوها در وقت عید نوروز به تاجیکستان سفر کردن میخواهند. و کلی شاگردان عزیز قید کردنی هم که میراث نیاگان رو آموزند، از گذشتگان به گذشتگان میراث شود که همین میراث از بین نرود و مینتداری خود رو همچون آموزگار به راهبری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان میرسانم که بیشتر مقام زن در جامعه، مقام آموزگار در جامعه رو خیلی بلند برداشتن و تمام مادر تاجیک خوشبختی و این ملک عزیز تینجی آرامی رو تمنا دارم. با جوانو امیره گفتنی هستم که هنر آموزن خوب است، عصباش آرام میشوند، از بیرون گشتن، از یک گپ بیگانه زدن، اینو به نهایت کار خوب است. یک چیز خوبی است که مقصد قدر همه طرفه چی است. وقتی که یک کس از دیگه ده سراغ میاد خونه من، ماشین در بیرون استودگی میاد که کته من تیار کردی یا که به من همه چیز تیار کرد، من هم خرسند میشم که امروز خونه من نمی اومد، من این هنر کردم، اینو خونه من سراغ کردم، خزن میام گفته باز چیزش تیار می‌کنم، باز خرسند میشم. تشکر زیاد که این چیز رو کردی، خیلی خرسند میرم که این قدر خشرو دختیده، مقصد این قدر من خرسند میشم که اول شما راضی باشید. بعضی هاشو هستن مثال زوره میکنن که من پلی من تیارم، همین من تیار کردی، میگه باز من چی میکنم که من اول میره تیار کرده تو خرسند چه، بعد من سومم رو میگیرم و چیزات رو برمیگیرم. در جماعت دهات نورین 30,000 نفر اهالی استقامت میکنند. اکثریت زنان ما همش هنرمند میباشند. این امروز هنرهای مردمی خودشان نشان داده ایستادند. همچون ما شکرانه به همین دولت، شکرانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری محترم امالی رحمان میگوییم که با رشد هنرهای مردمی چقدر شبانه روزی مهنت مینمایند. شهروندان جماعت دهات نورین تصمیم گرفتند که این هنرهای مردمی خودشان نسل به نسل ادامه دادن گیرند. این عروس شاه داماد ما خواهی پیشنگه این مهرش 40 سال شدگی است. این رسم ما هر عروس تانگه تازه یا عروس چند عروس میکنم این را چی میکنه به این عروس نمیشه. ما از آن خرسندیم زنها که پیش از همه پیشوای معظم ملت ما هنرهای ملی از نو احیا کرد. زنهای خانشینی ما امروز هنرهای خودشان را به فرمایش برآورده، برای نوروزی ها، برای بچه ها، برای دخترها کرته های چکن دختر استاده اند. ما این هنرهای یا را قدر کرده بسیار همین دخترکا وقتاشان خوش است. ما خرسندیم از هنرهای ملی که از نو احیا شد. زنان جماعت دهاتی آبشاران از هنرهای قراقی دوزی، سوزنی، گل دوزی، زر دوزی، چالبند بافی و دیگر هنرها برخوردارند. در خود همین سال در جماعت دهاتی آبشاران کورس های دوزندگی تشکیل کرده شد که در آن 20 نفر دختران با سرتیفیکات تامین گشتند و از هنرهای کرته دوزی و سوزنی دوزی برخوردار گردیدند. بهترین کاره که من این هنر را دارم، خیلی خرسندم. اولو که نفس آزاد در تاجیکستان میکشم. وقتی که به خونه مادرم و به جامعه را نگاه میکنم، کودکان را نگاه میکنم در آزاد رفتن درس خونی،
خیلی خرسن میشه. تنجه نفس آزاد میکشیم. جایی که میره تنجه به تشویش میره میاد. فضای تنجه است. مثال میریم چیزون و ای بازار میگیریم میاریم با تیار میکنیم. لباس ملی در تن دختری تاجیک خیلی زوبنده است و تجسمگری زندگی شیرین و زیبای و گوارا است. تجسمگری خوشبختی و خوشنودی زن تاجیک است. هر یک رنگ، هر یک گل، هر یک برگ، هر یک نقش این یک رمز را افاده میکنه. رمزی زیبایی، رمزی خوشبختی، رمزی خوشنودی، رمزی نیکی، رمزی آینده بینی، یعنی خوشبختی دختری تاجیک زنی تاجیک را افاده میکنه. نوروز دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد. هم زیب چمن نوروز، هم زیب وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد. بهار آمد، صدایی بلبل آمد، نسیمی فورم و بوی گل آمد، لباسی سبز را صحرا ببر کرد، کلاهی سفید آلو به سر کرد. پس از باریدن باران نیسان، چیزی باید دشت و کوهساران. بهار آمد، چمن گل پوش آمد، دلی ما بچگان در جوش آمد. بهار آمد، بهار آمد، گلی سبزسنگ قطار آمد، به دهقان وقتی کار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. بهار آمد به نکروزی، بچین گلهای نوروزی، بپوش طاقه زردوزی، بهاری نو مبارک باد. همه زنان و کودکان و دختران و بانوان و همه خردی کلان جماعت دهاتی آبشاران دهه به دهه نوروز را تجلیل می نمایند. چون که نوروز ملی تاجیکی ماست. چون که تاجیکستانی عزیزم وطن نوروز است. هر یک زنی خانه‌نشینی جماعت دهاتی آبشاران از همه هنرهای ملی برخوردار است و هنرهای خود را به دختران و به کلینهایش باقی می‌گذارد و آنها را می‌آموزاند. امروز در نوروزی زنان دختران جماعت دهاتی آبشاران هنرهای ملی خود و خوراک‌های ملی خود را پیشکش نمودند. حاضر نوروز خیلی بگم حاضر نسبت به پیش نقص. مثال وقتی همین نوروز شد، مثال گوشتینگ می شود، بزکشی می شود، مثال پایگه می شود، خروز جنگ می شود، مقصد تخ بازی میکنن، گوشتینگیری می شود. انا اوقاتای ملی دلیده میمونن، آش پلو کردن، نون و نمک خلق میاد، سرخون پرتوفتگی میشینن، میخرن، دعا میکنن، برای بابای دهقان گفته دعا میکنن که کشت کاری نقص شود، حاصلی غله شود، میوه ها نقص بندن. این همین خیلی.
дар давраи мо бозиҳои наврӯзиро мо бо бачаҳо дар мақсад бозии футбол, банкашак, мақсад байрақбозӣ, ҳамин чизҳоро мо дар давраи ҷавонӣ мекардем. Имрӯз ҷавонони мо ин корро идома дода истоданд. Мана ҷавонони мо бозии футболро байни деҳа ба деҳа гузаронданд ва ин ниҳоят бозии хуб гузашт ва мо шукрона мекунем ки чунин ҷавонои мақсад болайқа дорем. آمد بهار خورم با رنگ و بوی طیب با 100,000 نزهت و آرایش عجیب. بله در حقیقت امروز من این میدان ما من ناحیه ما همون نزهت و همون آرایش ها در اینجا حضور دارند، در اینجا آراسته شدند، در اینجا دسترخوان های نوروزی. خود نوروز این یک روز نو، احیای طبیعت، احیای کشت و کار دهقان، یعنی که برقرار کردن کشت و کار دهقان. نوروز تاجیکان جهانی شده است و در تمام جهان این نوروز جشن گرفته می شود. اینجا دلده خوراک ملی همش با علفهای طبیعی برای فصل بهار. فصل بهار شما هم خیلی نوروزی میکنیم، هم خیلی هم دلده این 4-5 نم داره، هم دلده، هم دنگیچه، هم گندم کوچه، هم خیلی لوبی، نخود، گندم، علف کوهی، علف خونگی، هم خیلی یا 5-6 ساعت دم میپزم. این همه فایده، همه ویتامین، همه علف طبیعی. این فایدهش کلونه. لوبی و منوایش گندم میکتی باید چاچ مینی لوبی نخته تر مینی دادگ میدوزی او میدوزی و جوش کی اومد بعد جوش قریبی ملایم پختن شد با همه محصولات چه دادنش میدوزی علف شد. اوقات آسان خور اوقات مناکی ویتامینش بسیار. ما با دختران با تیاری 7 سین 7 شین دسترخوان نوروزی و مشاعره این چونین صحنه‌چه وطن پروری با این گونه تیاری ها بهاگذاری میکنیم. جمع شده هر گونه طعام های ملی میپزند، دسترخوان ایدانه نوروزی تیار میکنند و رقص و بازی، سومنک پزی در دک های کلان با یک جایگی طعام های ملی میپزند و رقص و بازی، هر گونه بازی های ورزشی، گشتنگیری، بوزکشی و دیگر بازی ها را نمایش میکنند. نوروز دیار آمد، پیغام بهار آمد، در موسم کار آمد. نوروز مبارک باد، نوروز 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 مبارک باد. هم زیبی چمن نوروز، هم زیبی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز نوروز مبارک باد. آغوش پر از یاسمن، خوش آمدی نوروز من، آراسته باغ و چمن، خوش آمدی نوروز من. ما آموزگاران مؤسسه اهل دهه از نوروز تا نوروز سرجم شده نوروز جشن میگیریم. در مؤسسه آزمون‌های گوناگون میگذارانیم درباره زبان خارجی، انگلیسی، روسی با دیگر مسابقه را میگذارانیم. مردم در عرفه نوروز راه‌ها را ساز میکنند، تازه میکنند. نوروز در دهه ما بسیار
خوشحالی میگذارند، شیرخوانی میشود، بیتخوانی میشود. انا در دیگه سومنک میپزیم.